پس مادامی که همه پیامبران دعوت به سوی این کردن که الله را عبادت نمایی و از طاغوت دوری بجویی، پس طاغوت چی است؟ ابن قیم رحمه الله تعالی گفته است که واژه طاغوت از ریشه طغیان گرفته شده است، به معنای گذشتن از حد را میگویند. گذشتن از حد و اجازه‌ای که الله داده است اون را طغیان میگویند، سرکشی میگویند. چگونه که الله میفرماید در سوره حقا ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، وقتی که آب از حد زیاد شد پس کشتی رو در آن چیز ما در حرکت دادیم. اگر آب از حد زیاد شود دیگه میبراید همه را چیز میکند. مثلا یک دنبه میاندازه، یک لمبه میاندازه، همه آب اومدن گیره پس از آن سر زدن رفتن میگیره دیگه. همه رو طغیان میگن، سرکشی میگن. و ابن قیم یک تعریفی رو برای ما گفت در بیان عباره طاغوت. كل ما تجاوز حده من معبود او مطبوع او مطاع. طاغوت آن چیزی است که بنده با آن از حد عبادت یا اطاعت یا پیروی گذشت کند. حد عبادت رو تجاوز میکند، حد اطاعت رو تجاوز میکند، حد پیروی از الله و رسول تجاوز میکند. خواه آن معبود باشد عبادتش کنند، مثل شیخ‌ها، پیرها، قبرها، یا پیروی کننده باشند کسانی که آنها را پیروی نمایند، چی پیشوا باشند چی پیروان پیشوا باشند. اگر در اطاعت الله تجاوز کردن، در اتباع تجاوز کردن، در پیروی تجاوز کردن، پس اینا چیز طاغوت میشوند. پس طاغوت از کلمه وزن فعلوت است، کلمه طغیان. گفتیم معنیش گذشتن از حد. ان لما طغى الماء، وقتی که آب از حد بگذرد. و چگونه ابن قیم گفتن هر چه که با بنده از حد گذرد، خواه معبود باشد، خواه متبوع پیروان باشند، خواه مطاع فرمانبرداران باشند، میشه که طاغوت معبود شود، اطاعتش کنن، مثل صوفیا را شیخاشان از جهت عبادت. یعنی هر کسی که چیزی رو به غیر الله عبادت قرار بدهد، او را عبادت نماید، در پیش باید سجده و رکوع نماید، پرستش نماید، او را طاغوت است. مثلا بت، انسان، فرشته، شیطان، هر آفریده ای که در پیش وی سجده می نمایند، از وی دعا و کمک یاری می طلبند، یا که متبوع، آن کسانی که مردم آنها را در معصیت الله پیروی میکنند، مثل کاهنان، جادوگران، عالمان سو، عالمان بد که مردم را از حق دور میسازند، طاغوت هستند. هر کسی که مردم را از راه حق گمراه میسازد. و مطاع فرمان رواها، از جهت اطاعت فرمان کردن، یعنی هر کسی که در برابر امر الله، در برابر قانون الله تسلیم نمی شود، قانون غیر الله سبحانه و تعالی را پیروی می نماید، یا قانون یا فرمان تحلیل حلال کردن یا که تحریم و حرام کردن را می دهد، اینش حلال است، اینش حرام است، اینش جایز است، اینش جایز نیست، چون این حق تنها حق الله سبحانه و تعالی است، کسی در این حق تجاوز کردن ندارد. پس همه این گروه ها در طاغوت داخل می شوند.